یه چیزی هست که اکثر مردم هیچ وقت نمیفهمنش. پولدار شدن قبل از اینکه تو حساب بانکی شروع بشه تو مغز شروع میشه. و جالبتر از اینکه آدم‌هایی که قرار پولدار بشن معمولا قبل از اینکه به موفقیت برسن یه سری نشونه‌های مشخص دارن. امروز میخوام 10 تا نشونه رو بهت بگم که اگه حتی 3-4 تاشو ازش تو خودت داری، تو دیر یا زود، حتی اگه الان باور نکنی، پولدار میشی. پس تا آخر ویدیو با من باش، چون نشونه آخر همونی که 99% آدم‌ها ندارنش. نشونه اول، آرامش در بحران. اگه وقتی اوضاع زندگیت میریزه به هم، به جای اینکه وحشت کنی تحلیل میکنی. این یعنی تو جز آدم‌هایی هستی که تو لحظه سخت مغزشون خاموش نمیشه. آدم معمولی وقتی مشکل پیش میاد میترسه، فرار میکنه یا مایوس میشه. ولی تو میستی، فکر میکنی، راه میسازی. پولدارها دقیقاً همینن. پولدار شدن یعنی مدیریت بحران، نه مدیریت آسایش. نشونه دوم، توانایی تنها بودن. اگه میتونی با خودت تنها باشی، اگه لازم نیست حتما یکی کنارت باشه تا حوصلت سر نره، این یعنی قدرت تمرکز داری. 90% مردم نمیتونن تنها باشن، چون وقتی تنها میشن با حقیقت خودشون روبرو میشن. ولی تو اگه از تنهایی استفاده میکنی برای فکر کردن، برنامه ساختن، تو آدم رشد کردنی هستی. نشونه سوم، اهمیت ندادن به حرف مردم. پولدارترین آدم‌ها کم اهمیت‌ترین آدم‌ها در برابر حرف مردمن. هرچی کمتر اسیر قضاوت مردم باشی، بیشتر میتونی تصمیم‌های درست برای زندگیت بگیری. اگه رسیدی به مرحله‌ای که قضاوت مردم برات مهم نیست، تو آزاد شدی. نشونه چهارم، صبر طولانی. پولدارها عجول نیستن. سرمایه‌گذاری صبر میخواد، تلاش نتیجه میخواد. اگه تو میتونی برای هدفی ماه‌ها یا حتی سال‌ها پایدار بمونی، بدونی اینکه وسط راه همه چیز رو رها کنی، تو ذاتاً آدم پولدار شدنی هستی. نشونه پنجم، حوصله کارهای عادی رو نداری. اگه برات عادیه که از کارهای تکراری، تایم کش بیفایده بیزار باشی، این یعنی مغز دنبال بهینه‌سازیه، همون چیزی که ذهن آدم‌های پولدار داره. نشونه ششم، بیشتر از این که خرج کنی ذخیره میکنی. اگه به جای پوز دادن، به جای اینکه هرچی پول میاد خرج کنی، یه حس درونی داری که باید نگهش داری، این یعنی تو ذاتاً میفهمی پول چطور کار میکنه. ثروت یعنی مدیریت هزینه ها. نشونه هفتم، به آینده بیشتر از گذشته فکر میکنی. آدم‌هایی که درگیر گذشته هستن همیشه عقب میمونن. ولی اگه تو ذهنت بیشتر درگیر فرداست، برنامه‌ریزی، رویا داری، تصویر آینده رو میبینی، تو ذهنت بیشتر پیشرفت داری. نشونه هشتم، مسئولیت پذیری بدون بهانه. اگه وقتی خراب میکنی دنبال مقصر نمیگردی، اگه نمیگی چون فلانی، چون شرایط، چون شانس، و میگی باشه من درستش میکنم، این یعنی تو قدرت کنترل زندگیت رو داری. آدمای پولدار ذهن قربانی ندارن. نشونه نهم، از حرف زدن درباره اهداف خجالت نمیکشی. خیلی از ترس مسخره شدن یا ترس شکست یا ترس قضاوت اصلا درباره آرزوهاشون حرف نمیزنن. ولی تو اگه جرأت داری بگی من میخوام پولدار بشم، میخوام موفق بشم، میخوام سطح زندگیمو بالا ببرم، تو نصفه راه رو رفتی. نشونه دهم، حس درونی، این که برای بیشتر ساخته شدی. این مهمترین نشونه است. اگه یه صدای کم تو دلت میگه من برای بیشتر از این ساخته شدم، اگه حس میکنی الان جای واقعیت نیست و میدونی زندگیت بزرگترین منتظرته، تبریک. این حس فقط تو آدم‌های دیده میشه که آخرش میرسن. اگه حتی 2-3 تا از این نشونه ها رو داری، تو مسیر درست هستی. پولدار شدن یه شبه نیست، ولی از ذهن شروع میشه. تنها کاری که باید کنی اینه، از امروز شروع کن. هر روز 1% بهتر باش. رو خودت سرمایه گذاری کن تا وقتی رسیدی ادامه بده. اگه این ویدیو رو تا آخر دیدی، تو آدم معمولی نیستی. تو جزو اون درصد کمی هستی که دنبال رشد و موفقیته. اگه این ویدیو برات مفید بود، ویدیو رو لایک کن و اگه میخوای ویدیوهای بیشتری ببینی، حتما کانال رو سابسکرایب کن و نظرتو تو کامنت ها بگو. تا ویدیو بعدی، بدرود.